قالقال، تو را چه می شود؟ مگر کشتی هایت غرق شده است؟ کت خدا آقا، وضعیتمان بسیار قمر در اغرب می باشندی. آهی در بساط نداریم. اهالی می خواهند چپوغمان را چاق کنند. تحریم هم که بابایمان را در آورده می باشندی. اقتصاد کت خدایی چه شد پس؟ ای بابا، اصلا حسش نمی باشندی. خب تولید را جهش بدهندی. کدام تولید کت خدا آقا؟ آنچه که جهش می کند بدبختی های من می باشندی. اون دوربین را بیاور، میخواهم به اهالی فینیتو خبرهای خوبی درباره بورس بدهمندی. بورس؟ آری، میخواهم بگویم بورس فینیتو مثبت شده اندی. کت خدا آقا، من میگویم داریم خفه میمیریم، بعد شما میگویی بورس؟ آخر چطور میتوانیم بورس را مثبت بنماییم؟ بورس در همه آبادی ها سقوط کرده میباشندی. عجب خنگی هستی تو قالقال، بیا اینجا ببینم. کت خدا آقا، ولی اینجا که طویله ای نیست، گاو و گوسفندی هم نیست. خب به اهالی میگوییم بعد ساخته میشود. گاو و گوسفندش را هم از خود اهالی میگیریم. چه کار میکنید کت خدا آقا؟ دارم کلنگ افتتاح یک مرغداری را میزنم. کدام مرغداری؟ همان که سهامش را فروختیم. یعنی مرغداری که در کار نبودندی؟ نه بابا، مرغداری کجا بود؟ حالا این را کی میسازیم؟ فعلا کلنگش را میزنیم، درست کردنش بماند برای برنامه 5 ساله سوم. پس منظور از بورس مثبت این بود کت خدا آقا؟ اینکه بادکنک میباشندی. اگر بترکد همه مان میترکیم. تو راه حل بهتری داری؟ نه. پس زر بی مورد نزن و همین کاری که میگویم را بکن. ما که در هر حال باید بترکیم. فعلا از این ستون به آن ستون برویم ببینیم چه میشود.